به نام خدا. کدی که نوشته شده داره این فایلایی که این زیر مشخص شده. این فایل لاد دیتا، این فایل لاد دیتا میاد از دو تا فایل NLSKDD test و NLSKDD terrain داده ها رو میخونه و اونا رو با توجه به فرمولایی که تو پایان نامه نوشته شده تبدیل به نرمال میکنه. این فایل اصلی که کل مدل رو اجرا میکنه این فایل مینه. در ابتدا میاد داده های تست و ترینمون رو لاد میکنه. اینجا مشخص میکنیم که از چه توابع عضویت‌های استفاده میکنیم. در اینجا پارامترهای مدلمون مشخص میشه، اینکه چند تا قانون داریم، حد اکثر طول قانونامون چقدره و بقیه پارامترها. اینجا پارامتر الگوریتم ژنتیک رو مشخص میکنیم که اینجا ما برای مثال برای اینکه مدلمون سریع حل شه پارامتر مقدارش رو پایین آوردیم. جمعیت اولیه، تعداد کراس اوورها، تعداد میوتیشن ها، حد اکثر ایتریشن الگوریتم ژنتیک. اینجا پارامتر الگوریتم تابو سرچ مشخص میشه که اینجا مشخص میشه که در ابتدا الگوریتم تابو سرچ چند تا جواب اولیه ایجاد کنه و اونی که از همه بهتره رو به عنوان جواب شروع انتخاب کنه. اینجا تعداد ایتریشن هاشو مشخص میکنه. تابو ترپ مشخص میکنه یه متغیر اگر بهبودی در جواب ایجاد نکنه تا چند مرحله بعد توی لیست تابو بمونه. اینجا تعداد میوتیشن ها رو مشخص میکنیم و اینجا هم به پارامتر دمپ هم واسه اینه که بعد از چند تا تکرار تعداد متغیرهایی که در تکرارهای نهایی دارن روشون میوتیشن انجام میشه تعدادشون رو کاهش بده که با ضریب ممیز 99 در هر ایتریشن این مقدار کاهش پیدا میکنه. در مرحله بعدی میاد داده هامون با توجه به اون بردار پارامتری که مشخص کردیم اینجا میاد محاسبات بردار پارامتر انجام میشه. با توجه به محاسبات بردار پارامتری که انجام شد میاد داده های تست و داده های ترینمون توی این مرحله تبدیل به مقادیر فازی معادلش میشه و حالا اینجا مقادیر فازی که به وجود اومد اینجا الگوریتم ژنتیک تازه اجرا میشه. حالا من روی این نقطه بریک پوینت میذارم تا الگوریتم ژنتیک ببینید چجوری کارش انجام میده. برنامه رو اجرا کردم. این نمودار بهبود جواب الگوریتم ژنتیکه که ما اومدیم از دو تا هدف استفاده کردیم. یه هدف اونی که قوانینی که داره ایجاد میشه تا چه درصد میتونه خود داده‌های ترین رو پیش بینی کنه و پارامتر دومی که استفاده کردیم تو تابع هدف اون این که کانفیدنس این رول هایی که داره ایجاد میشه چقدر هستش. میانگین اون کانفیدنس ها و این میزان عمل کرده یا همون میزانی که میتونه قوانین ایجاد شده خود داده‌های آموزش رو پیش بینی کنه به صورت 50% در نظر گرفتیم و یک تابع برازندگی ازش ساختیم که این نمودار تابع برازندگی که روند بهبودش نشون میده. حالا چون تعداد تکرارها رو ما کاهش دادیم خیلی زود الگوریتم به پایان رسیده. در مرحله بعد هم اینجا اگه دقت کنید این نمودار آبی رنگ نموداری که بهبودیه که میاد الگوریتم تابو سرچ انجام میشه. تا کار الگوریتم تابو سرچ هم اینه که میاد از بین رول هایی که ایجاد شده اون رول هایی که به بهترین نحو خود داده های ترین رو دارن پیش بینی میکنن میاد اونا رو انتخاب میکنه. در مرحله بعدی انجام عملیات پیش بینی هست. تو عملیات پیش بینی اون رول هایی که از طریق الگوریتم تابو سرچ انتخاب شده میاد توی این قسمت و میزان کانفیدنس و اون کلاس یا همون نوع لیبلش یا اون گروه بندیش و نوع نفوذ مشخص میشه. در این مرحله کانفیوژن ماتریس مربوط به کلاس بندیمون میاد نمایش داده میشه که اینجا نمایش کانفیوژن ماتریس رو میبینه و مراحل بعدی هم که اگر اجرا کنید مرحله میاد معیارها و پارامترهایی که لازم داریم رو میاد چاپ میکنه که نرمال ترو پوزیتیوش چقدر بوده، ترو نگاتیوش چقدر بوده، فالس پوزیتیو و اینکه متغیر صحت، بازیابی، اف میجر، اکوریسی، دقت و دو تا متغیر دیگر میاد برای هر یک از نفوذها محاسبه میکنه و عدد محاسبه شده رو اینجا نمایش میده.